سلام به همگی. دوستان تو این چند روز جک و جونورای نظام تمام زورشون زدن تا به فرموده ولی فقیهشون هر چی زودتر سر ته این برجام هم بیارن و هر طور شده قال قضیه رو بکنن. یعنی به محض اینکه کلیات تصیب شد جزئیات رو هم بهش چسبوندن و برجام و ماسومانی کردن رفت. مجلس شورای اسلامی جزئیات طرح اقدام متقابل و متناسب دولت در اجرای برجام را تصویب کرد. نمایندگان مردم این طرح را با ماده واحده و 9 بند آن و با 161 رأی موافق، 59 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع تصویب کردند. راستش دوستی از بنده موشکا پرسید که بابا علت این دستپاچگی چیه؟ چرا ولی فقیه هی تند باش زود باش میکنه؟ آخه مگه خودش نگفت مجلس باید بررسی کنه؟ پس چرا مجلسی ها رو سر کار گذاشتن؟ بنده به اون دوستمون عرض کردم که عزیز جون چرا نداره که؟ مگه حرفای پریروز خامنه رو نشنیدی؟ علیه ما یک جنگ نرم بسیار حساب شده ای، فکر شده ای در جریان. هدف این جنگ چیست؟ هدف استحاله جمهوری اسلامی است. این خلاصش این. رهبر انقلاب اسلامی مسئولان و مردم را آماج اصلی چنین جنگ نرمی دانستند و خاطر نشان کردند در مورد برنامه‌ریزی که در جنگ نرم برای مسئولان وجود دارد با آنان صحبت کرده و خواهم کرد. اما مخاطبان اصلی جنگ نرم مردم به ویژه نخبگان، دانشگاهیان، دانشجویان، جوانان و عناصر فعال هستند. خب آره دیگه، درد خامنه که برجام نیست که، زهر اتمی رو که خودش خورد تموم شد رفت. الان ولی فقیه زهر خورده نگران زهرهای بعدیه، نگران قیامه که تو راهه، نگران عمق استراتژیکه که به فنا رفته، نگران مصیبت‌های بعدیه. میخواد زود برجام و ماسمالی کنه که به درد اصلیش برسه، به خصوص که کوسم دست بردار نیست و مدام داره واسه تبدیل عمامه ولایی به تاج شاهی نقشه میکشه. رفسنجانی تصریح کرد دولت تلاش می‌کند که برای رونق مجدد سازندگی مانند سالهای پس از جنگ به تکمیل سیاست تنش‌زدایی در جهان و منطقه بپردازد، اما با منتقدان و مخالفان سرسختی در داخل و خارج مواجه است. وی با تاکید بر اهمیت انتخابات اسفند ماه به تعبیر رهبری در حق و ناس بودن آرای مردم اشاره کرد و گفت مردم که علت اصلی پیروزی انقلاب بودند هنوز پایه اساسی دوام آن هستند. نکته موشکافی قضیه اینجاست که با ماسمالی برجام جنگ و دعوای باندی تو نظام ماسمالی نمیشه. یعنی وضعیت خیلی خرابتر از این حرفاست. دوره پسا برجامه، دعوا سر لحاف ملا سر قدرت، شوخی بردارم نیست. رئیس دستگاه دیپلماسی ناخودآگاه در راهروی با رئیس جمهوری که تا دیروز شعار مرگ بر آمریکا برای او سر داده میشد روبرو می شود و یک احوال پرسی دیپلماتیک صورت می گیرد. این همان گام سوم جنگ نرم دشمن، یعنی تغییر رفتار مورد انتظاری است که دشمن برای آن تلاش کرده باورها و افکاری را تغییر دهد تا رفتار ایدئال خود را شکل دهد. دلتو به گام سوم خوش نکن، اینا که تاتیه. گام اصلی رو اونی که باید بر میداره، همون گامی که ازش میترسی، همون که شبا کابوسشو میبینی. این دیگه جنگ نرم نیست، سخته، بدشوری هم سخته. بحث تغییر باور و افکار نیست، الکی به جک و جونه برای نظام روحیه نده. یکی بحث تغییر کل نظامه، بی برو برگرده.